السلام علیکم داملای شیرین سخن. با این سوال ما با پررگی جوابش را گردانید. کلینی که دست و پای خسورش را یا پشتش را شک کرد یا مالد درست است یا نه؟ کلین این فرزند همون خاندان است، فرزند مثال همون خسر حساب می‌خورد. این محرم است برای خسرش. از این خاطر اگر از همه ده خدمت کننده برای خسر باید که زنش باشد. یعنی زنش هر یک طبابت و دوایی که مرد میخواهد که در بدن خودش استفاده کند باید که زنش استفاده کند. اگر زنش بی توفیق باشد، زنش اگر فرمان شوهر را به جا نمی آوردگی باشد، این صورت به فرزنداش مراجعت کند. فرزندهاش بهتر است. اگر وقتی که زن سخنش قبول نکرد فرزنددار نباشد، این صورت می تواند که کلین از آن موضع هایی که از زیر ناف تا زیر زانو را نظر نکرده دیگر موضع ها را چیکار کند؟ مثال چی نمود دوایی که نباشد استفاده کنند جایز است. این مختصرا از باز برای کسی لازم است آمدد سوال کنیم پرتر جواب میدیم.